یک شهروند تاجیکستان را در جمهوری خاکاس روسیه با اتهام دعوت به فعالیت‌های تروریستی و در محضر عام توجیه یعنی سفید کردن تروریسم دستگیر کردند. در این باره روز 17 ایون ریاست فسب در خاکاسیا خبر داد. فسب شخصیت زاده تاجیکستان را هنوز افشا نکرده است، ولی ویدیوی لحظه بازداشت او در رسانه‌های محلی چاپ شده است. بنا به اطلاع فسب، این شهروند تاجیکستان در بین مهاجران فعالیت یک سازمان بین المللی تروریستی در روسیه ممنوع با نام کتیبه توحید و الجهاد را تبلیغ میکرد. او با این مقصد در یکی از شبکه‌های اجتماعی صحیفه مخصوص شده علاقه بیش از 5000 کاربر جمع آورده بوده است. در این رابطه بر اساس ترکیب جنایت‌های در قسم دوم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه پیش بینی شده، دعوت‌های عمومی به فعالیت تروریستی در محضر عام، توجیه کردن تروریسم و تبلیغ تروریسم پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. در چارچوب این پرونده جنایتی گمان شونده در بیاناتش به جنایتی که او عیبدار می شود اقرار کرده است. از وی موادی که فعالیت تروریستی را ترغیب می کرد، واسطه های علاقه الکترونی و معلوماتی که فعالیت ضد قانونی او را تصدیق می کند گرفته شده است. گفته می شود در اطلاعیه فسب شهروند تاجیکستان فعلا برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفته‌اند. با او بر اساس قسم دوم ماده 205 برای تبلیغ توجیه تروریسم همچون جزا جریمه به مبلغ از 300,000 تا 1 میلیون روبل و یا از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند. کتیبه توحید و الجهاد یک سازمان افراطی از لحاظ عقیده نزدیک به داعش است که جنگجویان زاده آسیای مرکزی از سوریه و عراق تأسیس دادند. تحت پرچم آن اساساً جنگجویان از ازبکستان جمع شده بود. این گروه با قرار دادگاه حربی مسکو از 5 ایون سال 2019 سازمان تروریستی اعتراف شده فعالیتش در روسیه منع کرده شده است. در سالهای آخر ده‌ها تن از مهاجران تاجیک در روسیه با اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت و چند نفرش حتی هنگام بازداشت کشته شدند. نزدیکان برخی آنها ادعا دارند که مقامات امنیتی روسیه آنها را به اساس با دلیل‌های بافته و ساخته به تروریسم عیبدار کردند.